استنبولی با طعم بهشتی. در مورد این غذا بگم که فوق‌العاده خوشمزه است و سریع و آسون درست میشه. مواد مورد نیاز برای درست کردن این استنبولی در دسترس هست. مواد لازم: برنج، گوجه فرنگی، روغن، نمک، گوشت چرخ کرده و پیاز. میزان برنجی که در اینجا استفاده کردم 2 پیمانه و نیم هست. پیاز رو در روغن تفت بدید و اجازه بدید که سبک بشه. وقتی رنگ پیاز تغییر کرد و طلایی رنگ شد، گوشت چرخ کرده رو به اون اضافه کنید. حتما گوشت چرخ کرده رو به خوبی سرخ کنید تا تغییر رنگ بده. دوستای گلم لایک کنید و سابسکرایب کنید. ممنون میشم از حمایت شما. در این مرحله گوجه ها رو آسیاب کنید و به مواد گوشتی اضافه کنید. نکته‌ای که اینجا هست اینه که برای اینکه استنبولی ما فوق العاده خوشمزه بشه باید اجازه بدیم آب گوجه کاملا کشیده بشه و به روغن بیفته و کاملا سرخ بشه. این مرحله در خوشمزه شدن غذامون بسیار مؤثر هست. در این مرحله نمک و آب رو به میزان لازم اضافه کنید. نکته دوم این که میزان آبی که در این غذا استفاده میشه نسبت به برنج ساده کمتر هست برای اینکه شفته نشه. بعد اضافه کردن آب درب ظرف رو بذارید تا آب به جوش بیاد. برنج ها رو شسته و اضافه کنید. نکته بعدی این که برنج رو در همون لحظه بشورید، چون اگه زودتر شسته بشه و یا اینکه خیس بخوره برنج ها باز هم برنجمون شفته میشه و غذای خوبی در نمیاد. حتما اجازه بدید آب برنج کاملا کشیده بشه و دم بذارید. اگه دقت کنید برنج ها در اینجا زنده هست، یعنی کمی برنج ها نیم پس شده هست، کاملا پخته نشده و ما در این لحظه دم میذاریم. دوستای گلم حمایت هم کنید، ممنون میشم ازتون. بعد نیم ساعت برنج دم میاد و آماده سرو هست. این غذا رو میتونید با فلفل، سبزی خوردن و پیاز که فوق العاده خوشمزه میشه و همینطور میتونید در کنارش ماست یا سالاد هم میل کنید. نوش جانتون.